تو این روزای باقی مونده تا آزمون تیسوشان چه مباحثی رو بیشتر تمرین کنیم؟ بریم با هم ببینیم. همونطور که خبر دارید سوالات تیسوشان امسال رو سنجش طراحی میکنه و سنجش هم خیلی علاقه داره به سوالات سالهای گذشته. پس بیایم با هم ببینیم تو هر مبحث چه بخشایی رو باید کار کنیم. میگیم تو هوش تصویری الگوهای همشکل تکراری، تکمیل دنباله اشکال، دسته‌بندی اشکال، کاشیکاری، ماتریس، اشکال متفاوت و مشابه. تو هوش ریاضی ماشین‌های ورودی و خروجی، الگویابی عددی، الگوی جدولی، مربع جادویی، میانگین، تناسب، حداقل و حداکثری. تو هوش فضایی میگیم بلوک ها، رنگامیزی مکعب ها، تکمیل شکل سه‌بعدی، زاویه دید، تاس و موقعیت یابی روز. تو هوش کلامی میگیم درک متن یا همون درک مطلب، روابط معنایی و ظاهری واژگان، فاصله حروف در کلمه، ترتیب حروف الفبا، جمله سازی، پاراگراف سازی و ساخت کلمه با معنی. و مهمترین بحث تو تیسوشان امسال هوش منطقیه. هوش منطقی امسال سوالاتش خیلی زیاد میشه نسبت به بقیه سوالات. ببینیم میگیم چه بخشایی رو کار کنیم. میگیم کدگذاری، راست و دروغ، روابط خانوادگی، روزهای هفته و تقویم، آرایش نشستن، جهتیابی و عملگرها، رمزگشایی با جدول. و آخرین هوش که مهمتر از همشون هم هست هوش خلاقیته که امسال سوالاتش نسبت به پارسال هم خیلی زیادتر میشه. اگه سوالات هوش منطقی و هوش خلاقیت رو میخوای کلمه تیسوشان رو برامون کامنت کن.